سلام. خامنه‌ای بعد از مدت‌ها کله گنده‌های سپاه رو جمع کرد تا در آستانه سالگرد قیام 401 با چسب و تفلون جلوی شوره ریزش توی سپاهش رو بگیره. یک سرفصل مهم در مورد سپاه مسئله پاسداری است، نه از انقلاب، از خود. داره میگه مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بچسب. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواستیم از تو، فعلا خودتو بگیر وا نری. حالا مشکلشون چیه؟ نباید خسته بشی. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. همه انسان ها در معرض لغزشن، در معرض کسالت و تنبلی و مغرور شدن و اینا هست. همه اینجور، همه رؤسا، همه مدیران، همه رهبران، همه فرماندهان، همه ما در معرضیم. پس نیازمندیم به خود حفاظتی. در درجه اول نیازمندیم به پاسداری از خویش. پس از اون دفاع از مرزهای القرای ولایت تو سوریه و لبنان و اینا همینطوری پسکی اومد تا خود بیت که فقط بیا تو در ببند کسی بیرون نره. یعنی در درجه اول پاسداری از خودتون بکنید که ریزش نکنید. حالا داستان چیه؟ اینو گوش کن. آیا شما خودتون رو از مصادیق این نیروهای ریزشی میدونید؟ خب بله، من قطعاً از مصادیق بارز این قصه ریزش هستم. یه فرمولی خب آقای خامنه‌ای دارن، گفتن که خب ریزش ها داریم و رویش ها. بله، من در هر صورت حتما در زمره اون ریزش ها هستم. اینجور که معلومه تو قصه ریزش کار از نشتیگیری گذشته. طرف علنی اعلام ریزش میکنه. کی؟ سردبیر سابق کیهان که سالیان سال مجیزگوی همین نظام بوده، یه دوره هم نماینده خامنه‌ای تو امارات بوده. حالا همین تو دانشگاه خودشون اینطوری میگه. سخن از عزت کردن. کدام عزت؟ شما عزیزید؟ مردم ایران عزیزن؟ شما که ذلیل کردید همه را، ذله کردید همه را. او اعتبار پاسپورتتونه، این فقر و فلاکتتونه، این خط فقره، این مهاجرتی است که همه دارن از وطنشون فرار میکنن. برید صحبت‌های رهبری راجع به اوکراین ببینید. وقتی این یک اتفاق مهم است در تاریخ، قرار است یک اتفاق مهم بیفتد، قرار است چه شود و چه شود و چه شود. بعد اظهارات بعدم ببینید که اعلام رسمی این که ما حمایت نمی کنیم، ما سلاح نمیفرستیم، ما دخالت نمی کنیم. ما در آستانه پیچ تاریخی هستیم. دست بردارید از این شیادی ها به نام سیاست. این یکی تا شیاد بازی خامنه‌ای تو سیاست میره، بعدی عبای خامنه‌ای رو گرفته میخواد از صندلی بکشه پایین. خیلی آهنگین و موزون تحت عنوان رئیس. شعرمون مهر غضب خورده رئیس، روزگارمون به شب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس. واسه حفظ قدرت یه دیدی جنگ را انداختن و واسه طبیعی جلوه دادنش بچه‌شونم کشتن. مسئولین کودن گنده مملکتی کارایی میکنه که ببینم کم آوردن. حاجی اینجا دارن همه جوونا رو میدرن، تو صورت ناموسم بیرحمانه میزنن مشت به سر مادر مظلومم، همونا که دم از عدالت علی میزنن. ترس افتاده به جونمون رئیس، وقتش زمون باطلت کنه، وقتشه که صندلی ولت کنه. این که داشت تو این ترانه میخوند کویتی پور، مداح معروفشونه که محمد نبودی رو خونده بود، ولی توی این ترانه همکاری کرده و به اسم رئیس برای باطل کردن گنده مملکت هم حکم داد. نه اینکه الان فکر کنی طرف خونه نشینه و خرش از اینا جدا کرده، نه، هنوز تو دم و دستگاه همین حکومت داره کاسبی میکنه. اینهاش همین اخیراً بعد از خوندن همین ترانه آوردنش توی یک برنامه حکومتی با حضور اون یارو جبلی، رئیس صدا و سیما.
وقتی میگیم پشمی به عمامه ولی فقیه نمونده یعنی همچین وضعی. حرف فقط حرف ما نیست، حرف خودشونه. اون ماده حکومتی بود، این یکی مجری بسیجی برنامه خاص ضد قیام مردمه که هفته پیش این بازی رو در آورد و گفت دیگه من نیستم. بنده خداحافظی میکنم از برنامه پاورقی به این دلیل که امروز متوجه شدم که حضور جناب آقای رشید پور و جناب آقای گلزار روی آنتن رسانه ملی قطعی شد. اصلا قبح براندازی و فحش و اینو به انقلاب اینو شکسته. دیگه بله دیگه ما با شما نیستی. خب چی نیستی؟ کو ببین این مجری برنامه‌ای بوده که همین اوایل قیام 401 این برنامه رو ساختن فقط با هدف زدن به مردم ایران که برای براندازی توی خیابون اومده بودن. هفته هم 5 روز برنامه داشته، بهترین تایم هم بهش داده بودن که همون کاری که بسیجی‌ها تو خیابون میکردن با مردم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام قیام کنندگان، این بیاد توی تلویزیون توجیه کنه. اونا خون بریزن، این بیاد بشوره و ماله کشی کنه. شهدای قیام رو لوث کنه. به قول خودش برنامه‌ش هم مورد تایید خامنه‌ای بوده. ما اگر کاسبم بودیم دوستان، تعریف رهبر انقلاب از برنامه رو که پیام دادن گفتن خیلی برنامه خوب و عالیه، اینو فاکتور می‌کردیم. حالا یه همچین بسیجی توی دعوای شغلی که یکی که این بهش فحش داده بود رو می‌خواستن بیارن توی تلویزیونشون، یه دفعه گفت خدا حافظ و ترکید. و بعد معلوم شد که این خودش چقدر مسئله داره. نه سر یه مدیر رو نمیدونم یه خبرنگار دیگه، نه سر حداد عادل که خودش هم میدونه دختر حداد عادل همسر پسر خامنه‌ایه، همسر مجتباست. یعنی حداد عادل از نزدیکترین ها به خامنه‌ایه. یا مخبر معاون رئیسی نظرکرده خامنه‌ایه. چرا آقای حداد عادل جوری جلوی آقای خاتمی خم میشه که کم مونده کلش بخوره به زانوش؟ چرا آقای مخبر جلوی آقای خاتمی دست به سینه است؟ دلیلش اینه که آقا قبح براندازی ریخته، قبح فتنه‌گری ریخته، قبح فحش به انقلاب و نظام و رهبری و امام و همه اینا قبحش ریخته. ولی به بسیجی اینجوری نگاه نکن که شلوغ شد بیاد تو خیابون امنیت رو برقرار کنه که سلاح ورزی و آخوندی و حداد عادل و اینا بچرخن، لیست بدن، حال کنن، مملکت داری کنن. جالب اینجاست که توی همین اعترافاتش خودش هم اذعان میکنه که نظام میدونه برنامه‌های صدا و سیمای ولایت مخاطبی غیر از بسیجی‌ها و وابستگان نظام نداره و به همین دلیل میخوان در آستانه انتخابات که خیلی سوت و کور هست با هر ملق زدنی دنبال جذب مخاطب برن. بعد از آن آقا همه اینا به کنار، ما ببخشید اسکل نظام مقدسیم. من 9 ماه 160 خورده‌ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجو کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400-500 میلیون تومان بهش پول بدی بیاد برنامه اجرا کنه دیگه؟ وگرنه نه، ما رو گذاشتید که حزب اللهی‌ها ارضا بشن، انقلابی‌ها ارضا بشن، شبی 400-500 میلیون به اون بدید، شبی 100 تومان 200 تومان به این بدید، از کیش قشنگ بشینه تو هواپیما خونش بیاد اینجا اجرا کنه بگیره بره. ها ما که سوپاپ اطمینان 4 تا دونه بچه حزب اللهی و انقلابی و مادر شهید و خانواده اینا نیستیم و مخاطبم که نداریم الحمدلله. بعد بشینید طراحی کنید، ها یه انگی بهشون میزنیم که شما مخاطب ندارید، بعد میگیم حالا که مخاطب ندارید ما باید اینا رو بیاریم که مخاطب باشه. میخواید همون راهی رو برید که بعد از 88 رفتید، بعد از 96 رفتید، بعد از 98 رفتید، الان هم میخواید بعد از 1401 همون راهو برید. فکر میکنید مخاطب میاد؟ فکر میکنید مشارکت تو انتخابات با اینا میره بالا؟ البته در عمل این یارو ثابت کرد که واقعا اسکل نظامه، چون بعد از پخش این کلیپش یکم پول ریختن جلوش، اینم عین بز دوباره سرشو انداخت و رفت تو آخر همین صدا و سیما برنامه‌ش هم اجرا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. قسمت 167 پاورقی رو تماشا میکنید. این قسمت رو میخوام تقدیم کنم به همه مخاطبان پاورقی. حالا این دیگه بعدش هر شامورتی بازی هم که در بیاره دیگه اون حرفا رو زده، آب رفته به جوب بر نمیگرده. اما داستان ریختن پشم عمامه ولی فقیه فقط به همین بسیجی مشنگ ختم نمیشه.
تو طیف دانشگاهیاشون هم باب نقد ولی فقیه باز شده و هر کم که از راه میرسه به یه شکلی زیرا به این موجود رو میزنه. ممکنه بگن که آقا ما این کار رو در قانون اساسی فعلی گنجوندیم که بر رهبری نظارت بشه و اون مجلس خبرگانه. به چه دلیل اصلا نظارت بر رهبری باید صنف روحانیت باشه؟ این همون آپارتاید صنفی است که من بهش معتقدم. چرا؟ سرنوشت 85 میلیون در اختیار رهبری که اختیارات مطلق داره. اگر میخوان برای نظارت کنن مردم و نماینده‌های دیگه و الیت جامعه حق نداره، باید هملباسیای ایشون. سوال بعدی این هستش که نقد بعدی این هستش که چرا مگر که مسائلی که رهبری باش روبرو از اقتصاد، از سیاست، از مسائل اجتماعی، حقوقی اینها، مگر این آقایون که اونجا میشینن تخصص در این زمینه ها دارن میشینن؟ آقایون مجلس خبرگان، کجا یک گزارش درست حسابی شما برای مردم از عملکرد مالی و بودجه‌ای و سرمایه گذاری و واردات و صادرات و همه چی که حالا من در حوزه این قسمت نمیخوام باز بکنم، به خصوص در ستاد اجرایی فرمان، کدوم گزارشی به مردم دادید؟ شما که برای اینکه راهنمود بگیرید به خدمت رهبری میرسید، رهبری خدمت شما نمیاد. آقا پس بعد از 44 سال که یه سری همون سال اول به قانون اساسی ولی فقیه رأی ندادن و بعد به خاطر اینکه رأی ندادن از همه حقوق اجتماعی از جمله حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هم منع شدن، امروز یه سری توی این نظام پیدا شدن که متوجه شدن که مشکل این نظام تو قانون اساسی و اصل ولایت فقیهشه. یا اون یکی اومده میگه من میخوام دیدگاه‌های خامنه‌ای رو به چالش بکشم و باش مناظره کنم. شما یعنی میخواین که توی مناظره شرکت کنید؟ فکر میکنم خوب باشه که دوست دارین که طرف مقابلتون کی باشه؟ هرچه مدعی تر بهتر. اسم نمیگی؟ رهبر انقلاب. یعنی شما الان آقای خامنه‌ای به مناظره دعوت کردید؟ بله. پس میبینید که هر کدوم به یه شکلی میگه خامنه‌ای کیلو چنده، بیارش از صندلی پایین، من میخوام باش مناظره کنم، چرا کسی بهش نظارت نمیکنه؟ شما حسابشو بکن، اون زمان که خمینی بود مثلا کی تو نظام میتونست علنی بگه من میخوام با خمینی مناظره کنم؟ ولی الان این علی خامنه تو رسانه‌های خودشون مثل توپ فوتبال این پا اون پاش میکنن. یا مثلا علنا میاد میگه مردم تا وقتی ولی فقیه هست شرکت توی انتخابات معنی نداره. همون حرفی که مجاهدین از 40 سال پیش گفتن رو آقا تازه کشف کرده. چرا نباید در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شرکت کنیم؟ ادله فراوانی برای این امر وجود داره، اما مهمترین دلیل اینه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلی وجود داره به نام ولایت مطلقه فقیه. بر اساس این اصل رهبر جمهوری اسلامی فوق همه قوانین، فوق قانون اساسی، فوق قوانین عادی، فوق همه نهادهاست، فوق مجلس شورا، فوق مجلس خبرگان، شورای نگهبان. دستور او برای همه نهادها و مسئولان لازم الاطاعه هست. او همه قوانین و ساختارهای قانونی را میتونه دور بزنه. هیچ کس حق نظارت بر او را نداره. او به هیچ کس پاسخگو نیست. خب با این وجود سوال اینه که انتخابات و تشکیل نهادی به نام مجلس چه خاصیتی داره، چه نتیجه‌ای داره، جز این که با این انتخابات و با تشکیل چنین مجلسی قرار ویترین آرایی بشه برای یک نظام فرد محور و یک سالار و استبدادی. حالا علت این که این موارد اینقدر علنی از توی نظام و توی رسانه‌های خودشون داره مدام بیرون میزنه چیه؟ برخورد قهری قطعاً نه فقط پاسخگو نخواهد بود، بلکه به اون روند فروپاشی اجتماعی که من چند سال مرتب دارم تکرار میکنم که ما در بستر فروپاشی اجتماعی داریم میغلطیم، اون روند رو تشدید میکنه و همه اون چیزهایی که یک شرایط به اصطلاح فروپاشانه اجتماعی رو تعریف میکنه به اونها
دامن میزنه. وقتی موضوع مهسا امینی اتفاق افتاد گفته بودم که نمیتونه از این موضوع عقب نشینی بکنه، چون که حجاب مسئله خاصه. اونجا عرض کرده بودم که شاید 1 ماه بعد از قضای مهسا که قطعاً به صحنه میان، ولی بیشتر شکل نمایشی خواهد بود دیگه، مثل سابق بگیر و به من نخواهد بود. الان هم همین اعتقادو دارم. همه اینها یک عرض اندامی است که تلاش میشه به مرگ بگن به تب راضی بشن، ولی اون تبی که بهش راضی هستن همون تبیه که روند فروپاشی اجتماعی رو داره تشدید میکنه. پس نظام وارد یه فازی شده به اسم سرنگونی و این سیگنال رو جامعه هم داره میگیره. از کجا؟ داره میگه یه مثالش برخورد نظام با گشت ارشاد و لایحه حجاب و اینا. میگه یه داد و هواری نظام کشید ولی در عمل زورش به هیچی نمیرسه. اینطور علائم سرنگونی رو اونهایی که توی خود نظامن یا دستن در کار بودن خیلی سریعتر میگیرن. صرف نظر از این که بنده قائل به حرکت اصلاحاتی باشم یا قائل به عبور باشم، دیگه این دوگانه بلا موضوع از اونجایی که جمهوری اسلامی نوع حکمرانیش به سمت خودبراندازی داره پیش میره و نمیتونن این نوع حکمرانی ادامه بدن. بنابراین اگر کسی هم طالب اصلاح باشه، او پروژش قابل عملیاتی شدن نیست و ما باید خودمون را برای اون لحظه فروپاشی آماده کنیم و برای اون باید برنامه داشته باشیم. پس این که میبینی امروز داره این حرفا رو میزنه، داره خودش رو برای بعد از فروپاشی آماده میکنه. با خودش حساب کتاب میکنه. میگه این نظام که رفتنیه، پس من حداقل برای فردای رفتن نظام یه اعتبار ایجاد کنم برای خودم. بعد میاد این حرفا رو میزنه. ولی حرف مشترک این کارشناسای نظام اینه که دارن مثلا به ولی فقیه هشدار میدن که داری میری برای سقوط اگر همینطور ادامه بدی. حکومت در یه مراحل و مقاطعی تراژدی آفرید، مصیبت آفرید، مصادره کرد، شعار داد، جنگ رو بیهوده طولانی کرد، با همسایه ها تندی کرد، در 67 اون فاجعه اعدام ها رو آفرید. اینا همه رفتارهای تراژدیک بود. حالا دیگه نه اون اعتبار هست، نه مشروعیت هست، نه نسل همراهی میکنه، نه اعتماد و اعتبار عمومی هست. ما در این نقطه داریم وارد مرحله بازی حذفی میشه، مرحله اضمحلال. پس ما وارد مرحله هرز روی شدیم، مرحله هرز روی نوع سوم اضمحلال. دیگه سیستم در واقع کنترل خونریزیش دست خودش نیست، در درون داره خونریزی میکنه ولی نمیتونه کنترل. من میگم این نظام نمیتونه بمونه. حرف من اینه. درست. این نظام بنیادهایی که نگرش داره موریانه خورده. شما یا میگید خودش تغییر میکنه یا اونقدر توانش کم میشه که با هزینه خیلی کمتری در شرایط بعد این نظام نخبگانش تخلیه شده از بوروکراسی، از نظام اداری نخبه ها رفتن بیرون. اینشتین میگه که با فکری که این مشکلات به وجود آوردی با همون فکر نمیتونی مشکلات حل کنی. این نظام با فکری که این بحران ها رو خلق کرده با اون فکر نمیتونه حل کنه. از نقطه این که به طور طبیعی اصلاح بشه گذشته، نیاز به تصمیمات بزرگ داره. من میگم نه، این نظام با این دست و فرمون استمرار پیدا نمیکنه. ما در کشورمون انقلاب اجتماعی نمیشه. ما با اگر انقلاب بشه انقلاب شهری خواهد شد. انقلاب شهری ضربتی هن. با یه ضربت ناک اوت میشی. داره ملت تمرین میکنه. اینا بازیای تمرینیشه. چی بگم توی فوتبال چی میگن؟ بازی مقدماتی؟ بازی دوستانه. اینا بازی دوستانه است. جنبش مهسا بازی دوستانه بوده. بله، این وضعیت نزار خامنه‌ای در آستانه سالگرد قیامه که اینقدر تابلوست که در رسانه‌های حکومتی یا توسط کارشناسای سابق و لاحق حکومت هم در فضای مجازی منتشر میشه. حالا دیگه شما حسابش رو بکن که وقتی جرقه به اون بشکه باروت برسه توی بیت چه اوضاع احوالی پیدا میکنند. وقت بخیر و خدا نگهدار.